سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ روز پنجم 200 کیلومتر امروز قرار تموم بشه، 10% کار و ما اینجا در جنوب هستیم، جنوب انگلیس، بسیار زیبا. خورشید هم اونجاست اگه بتونید ببینیدش. آره. و یک کمپسایت بسیار قشنگ در جنوب انگلیس. براتون حتما پست میذاریم ولی خیلیش به زبان انگلیسیه. ببینید چه خبره، مناظر رو ببینید، اتفاقایی که میفته رو ببینید. هر اتفاق مهمی که رخ بده سعی میکنم به فارسی براتون توضیح بدم. امیدوارم که لذت ببرید و ما رو فالو بکنید و توی این تجربه ما رو حس بکنید، توی تجربه مشارکت داشته باشید و اگر میتونید برید بیرون از منطقه امنتون، برید بدوید، برید حرکت کنید، یه کاری بکنید، یه کاری که تا حالا نکردید انجام بدید. موفق و پیروز باشید، با هم در تماسیم. یا فعلا.